سلام دوستای عزیز. در این ویدیو میخوام در مورد کلماتی که ممتحن وقتی میشینه تو ماشین برای شما توضیح میده، در مورد امتحان توضیح میده، من یه توضیح بدم. علی شرکی هستم، ممتحن دایمن و 20 ساله که تربیت مربی و لرنر انجام میدم در انگلستان. این کلماتی هستش که ممتحن وقتی میشه تو ماشین به کار میبره. حالا من سعی میکنم به فارسی هم براتون ترجمه بکنم که شما بیشتر آماده باشین. وقتی میشه تو ماشین به شما میگه would you like me to explain to you about the test؟ بهتره بگیم بله. میگه در مورد تست میخوای برات توضیح بدم؟ اگه بگیم بله براتون توضیح بده، خب یه وقتی هم به شما میده که خود بهش عادت بکنین، به صداش عادت بکنین، از حالتون هم کم بشه. اگه بگین نه، میگه خب راه بیفته. بهتره بگیم بله، ضرری نداره. وقتی گفتیم بله، به شما میگه که your test include independent driving, following road sign or satellite navigation for about 20 minutes, driving through different road and road condition. امتحان شما 20 دقیقه independent drivingه که دنبال ستلایت و رود ساین ها میرین، علامت های خیابون. مثلا میگه دنبال فلانجا برو، دنبال فلانجا میرین شما، که ما در خیابون های مختلف و ترافیک های مختلف رانندگی میکنیم. I will be asking you to do one possible maneuver. ازت میخوام یک دندقه‌واره انجام بدی. I might ask you to do emergency stop. ممکنه ازت بخوام emergency stop انجام بدی. اگه بخواد کنار خیابون پارک میکنه، میگه میخوایم انجام بدیم. اگر نه، انجام نمیده. It will be exactly same as training you done with your instructor. مثل همون تمرینی که با معلم رانندگیت انجام دادی. During the drive, carry on, follow the road ahead unless the road signs say otherwise. If I want you to turn right or left, I'm gonna give you plenty of time. در موقع رانندگی همینجوری مستقیم ادامه بده برو، مگر اینکه علامت خیابون بگی جای دیگه برو. من اگه بخوام دست راست و چپ بپیچی، خودم به موقع بهت میگم. این توضیحی که برای شما میده. امیدوارم که به درتون خورده باشه. اگر دوست داشتین حتما فالو بکنین، لایک بکنین، یوتیوب ما رو هم فالو بکنین. اگر دوست دارین که ماک تست مجانی هم من براتون انجام بدم و یوتیوبمون بذاریم ویدیوشو، یه مسیج روی اینستاگرام به من بدین. ما برمنگام هستیم، اگر میتونین بیاین مسیج بدین، ما همینجوری یکی انتخاب میکنیم که بیاد بتونیم ماک تست به فارسی هم انجام بدیم برای یوتیوبمون. خیلی ممنون.